خودم گفتم از حال حلیم افتادیم دیگه علی. این جمله امروز حسین هدایتی دولابی، یکی از متهمین پرونده فساد در بانک سرمایه است. جناب آقای هدایتی، به نظرم همه ملت شریف ایران منو بشناسن. حسین هدایتی دولابی که یکی از چهره‌های معروف ورزشی است، پیش از این گفته بود اگر کسی بتواند یک مستند از راندخاری من پیدا کند به او یک مرسدس بنز اس 500 میدهم. معتقدم این کارو میکنم. کار میکنیم؟ هر چی خوب کنید میدم، بهتر از اون میدم و 2 برابرشو میدم. حالا اینجا اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اوست. چه اتهاماتی وارد شده؟ تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت، پولشویی. پرونده حسین هدایتی دولابی و سید مهدی موسوی نژاد و 9 متهم دیگر روی میز قاضی دادگاه. چرا 586 میلیارد تومان به اسم آقایونی که اون خانومی که بنده خدا خانه‌دار و گرفتاره، اون آقایی که راننده تاکسیه، اون آقایی که پیک موتوریه، چرا به این شکل گرفتید پول رو؟ نماینده دادستان میگفت هدایتی شرکت‌های سوری و کاغذی رو تأسیس کرده و از طریق این شرکت‌ها وام‌های کلانی رو دریافت کرده و این وام‌ها رو در جاهایی که باید هزینه می‌کرده هزینه نکرده. من لیست بلند و بالایی دارم از اینکه شما چقدر با پولهای مردم، اموال مردم در بانک سرمایه به چه کسایی دادید. نمیتونم اسمشون رو بیارم، دوست دارم خودشون بیان پولها رو برگردونن که دادستانی نخواد احضارشون بکنه. کسایی که از آقای هدایتی از بذل و بخشش های آقای هدایتی بهره مند شدن بدانند همه پولها مشکل داشته، بیارن پولها رو تحویل بدن. سید مهدی موسوی نژاد از دیگر متهمین این پرونده اذعان داشت که هدایتی گران نمایی کرده است. گران نمایی تو سند؟ بله، من ملکمو بوده فروختم، حالا ایشون چقدر گذاشته تو بانک اون یه مسئله دیگه. چقدر گذاشته تو بانک؟ فکر میکنم 340 میلیارد تومان. شما چقدر اون وقت فروختید به آقای 87 تومان. نماینده دادستان در این پرونده از فردی به نام زیایی رونمایی کرد، فردی که یک زمانی قائم مقام مدیرعامل بانک سرمایه بوده و گفته میشه هدایتی به عنوان پاداش کارای او رو مدیرعامل کارخونه خودش یعنی لوله نبرد اهواز میکنه. بحث رشوهش با آقای زیایی میگه بابت مطالبات فیمابین من یه سری چک دادم، یاسر زیایی خودش برداشته. این حرف خنده‌داریه. شما آقای زیایی رو میشناسین؟ بله میشناسم. کی بودن ایشون؟ ایشون مدیر عامل صندوق سرمایه گذاری صندوق فرهنگی ها. قائم مقام بانک سرمایه. 3 ماه هم قائم مقام بانک سرمایه. زمانی که کارگران اونجا 4 ماه حقوق عقب افتاده داشتن، شما دستور دادید مدیر عامل اونجا که منتسب شما بودن یه پول کلانی رو برای جشن قهرمانی یه تیم ورزشی اونجا پول بریزن. جشن قهرمانی اون تیم ورزشی این اسراف نیست؟ شما میخواید خدمت به کشور بکنید. امروز قاضی این دادگاه حدود 3 ساعت به دفاعیات متهم گوش کرد. احتمالاً تا قبل از عید ظرف 10-15 روز آینده حکم اعضای هیئت مدیره صادر میشه. 3 نفری که محاکمه داشتیم و سعیمون هم برای اینه که تعیین تکلیف این پرونده رو انجام بدیم. خب جلسه بعدی دادگاه آقای حسین هدایتی دولابی هفته آینده یعنی دوشنبه ساعت 9 صبح خواهد بود. آقایون دیگه نه فقط هدایتی. من تموم شد. آقایون دیگه اونایی که وامو گرفتن. حالا انشالله حق به حقدار برسه دیگه. یوسف سلامی، خبرگزاری صدا و